سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز مهر مثنوی. فایل شماره 2 از مجموعه جاودانگان، ادامه بررسی احوال و آثار شیخ عطار نیشابوری. دوستانی که به فایل 1 بذل توجه کردن مستحضرن که ما در اون فایل شماره 1 عطار را به روایت افسانه سازان معرفی کردیم بر اساس آثاری که معرفی کردیم. در واقع در فایل اول یه عطار غیر واقعی، یه عطاری که مریدان افسانه ساز با تخیلات خود از او ساخته بودند. اما در این قسمت دوم به معرفی شناسنامه‌ای و تاریخی یا در واقع واقعی عطار میپردازیم. آثار و منابعی که بنده برای شرح احوال شیخ عطار در این فایل در نظر گرفتم، منابع را معرفی میکنم، بعد بر اساس همون منابع عطار معرفی می شود. منابعی که در این فایل دوم بنده در اختیار داشتم، یکی شرح احوال و نقد و تحلیل افکار عطار از زنده یاد استاد فروزانفر که از 5 استاد معروف دانشگاه قدیم بسیار معروف است و آثار بسیار با ارزشی دارد و اینم یکی از آثار با ارزشی است. اثر دیگر در مقدمه مختارنامه به تصحیح آیه دکتر شفیعی کدکنی هم تاریخ بسیار بسیار دقیقی با دقت و وسواس از زندگی عطار نوشته و یه اثر ارزشمند دیگه، دیدار با سیمرغ از آیه دکتر تقی پورنامداریان. طبق این آثار عطار اینجوری معرفی شده: نام محمد، کنیه ابو حامد، لقب فریدالدین، تخلص عطار و گاهی فرید به ندرت، نام پدر ابراهیم. باز همین آثار تاریخ تولد او را با اندکی تردید در سال 540 هجری قمری ذکر کردن. عرض کردم با اندکی تردید چون بیشتر مورخین تاریخ تولد دقیق او را با تردید ذکر کردن، منتهاش رقمی که بیشتر روش توافق دارن و تقریبی هست 540 هجری قمریه. محل تولد در کدکن از روستاهای نیشابور ذکر شده و شهادت عطار را در سال 618 به دست تتار مغول نقل کردند و مدفون است در زروند، یک قبرستان، یک گورستانی است در همون حوالی کدکن نیشابور به نام زروند که پدرش هم اونجا مدفون است و عطار را هم در اونجا دفن کردن. اما آنچه که عطار را معروف به عطار کرده و یا تخلص شعری او شده و شاید در بیشتر افواه و افکار عمومی هست، شغل عطار بوده. غالب محققین شغل شیخ فریدالدین و پدرش ابراهیم را عطاری ذکر کردن، یعنی همون کسانی که به داروهای گیاهی، در واقع به فروش داروهای گیاهی اشتغال دارن و در قدیم هم معمولاً و واقعاً اینا خودشون طبیب بودن و این خود در آثاری که عطار رو معرفی کردن این بحث طبابت عطار
بسیار بسیار اهمیت داشته. چرا؟ چون به عنوان یک عارفی که شغل او ارتزاق او از عطاری بوده، این باعث شده اون انس و الفتی که با بیماران و دردمندان روزگارش داشته، در دردمندی و فهم او از حکمت و اسرار هستی تأثیر بسیار زیادی داشته است که در آثارش هست. انشاءالله بعداً که ما منطق الطیر یا سایر آثار رو بررسی کردیم قطعاً به اینا خواهیم پرداخت. یعنی عطار یه داروفروش معمولی نبوده که صرفاً به خاطر ارتزاق این کار رو انجام داده باشه، بلکه اون علاوه بر اون تخصصی که در شناخت درد داشته، یه انس و الفت درونی، همدردی، احساس همدردی او با دردمندان روزگار خودش خیلی تأثیر داشته در فهم او که این در آثارش منعکس است. اما در مورد تحصیلات عطار، مثل بعضی از عرفا که مثلا گفتن در نظامیه بغداد، در شام اینور اونور رفتن، عطار رو ظاهراً فقط در خود نیشابور متمرکز برای تحصیلاتش رقم در واقع معرفی کردن و محل تحصیل او رو همون نیشابور تنها، حتی بدون نام هیچ استادی. بعضی از عرفا هستن مثلا میگن در چه سطوحی فلان استاد را داشته، در سطح فلان فلان استاد، مثلا علوم قرآنی نزد فلان استاد، علوم تجوید را، علم تجوید را کجا، صرف را کجا، کلام را با کی خونده. اینا نه، در مورد عطار گفته شده که فقط فنون و علوم زمان خود را از قبیل مثلا تفسیر قرآن و تجوید و فقه و کلام، اینا رو در خود همون مدرسه‌ای که در نیشابور بوده فرا گرفته بدون که نامی از استاد خاصی هم برده شود. و علت این که عطار هم به جای دیگری سفر نکرده، کسی براش یک سفر تحصیلی، یک فرصت تحصیلی براش ذکر نکرده، ظاهراً این بوده که در اون روز نیشابور خود یک مرکز مهم تحصیلی بوده و همین خاطر نیازی نبوده که عطار برای سفر به جای دیگه، برای تحصیل به جای دیگه سفر کنه. اما یه موضوع دیگه‌ای که قطعاً برای هر عارفی خیلی اهمیت دارد که ببینیم پیر و یا در واقع مرشد روحانی و معنوی او چه کسی بوده. در ابتدای این فصل صریح عرض کنم که هیچ محققی، هیچ شیخ یا قطب یا مرادی را به عنوان معلم روحانی برای عطار ذکر نکردن. اگرچه اسامی هست، چون اعتباری نداشته، چون بعضی بیشتر ما اینا رو رد کردن، دیگه نیازی به گفتنشون نیست. منتهاش من اینو در آخرین فصل این گفتارم عرض میکنم که عطار رو گفتن اویسی. اویسی یه تعبیر خاصی داره در تصوف و عرفان. این که مثلا یکی از تاریخ تصوف هایی که عطار اویسی قلمداد کرده جامی است. جامی در نفحات الانس میگه که عطار اویسی بوده است. اویسی در تعبیر متصوف در واقع به سالکی میگن که به ظاهر پیر یا مرادی نداره، ولی از روحانیت حضرت رسول اکرم یا یکی از مشایخ کسب فیض میکند. اون شیخ هم یا مراد هم اصلا لزومی نداره در همون زمان باشه. و صوفیان در این روششون اقتدا کردن به سیره در واقع اویس قرنی که داستانش برای خیلی از دوستان عزیز و اهل کتاب مشخصه. اهل مطالعه میدونن که اویس قرنی از قرن یک روز برای دیدار پیامبر اومد و
چون نمیتونست بمونه که تا پیامبر از سفر برگردد، به خاطر اینکه به قول داده بود به مادرش برگشت و رفت. بعد پیامبر فرمود که من رایحه خوشی از طرف یمن به شامه من میرسد. فرمودن که اویس اومد و شما رو ندید و عرض ارادتی کرد و رفت. در واقع بدون مشاهده فیزیکی پیر یا مراد، آدم از روحانیت و باطن و معنویت او استفاده میکنه. و گفتن که عطار بر این روال بوده. اما این اویسی ها در واقع علاوه بر اینکه اون فیض اصلی را از حضرت رسول میگیرن یا اقتدا به اون شیوه میکنن، معمولاً به یکی از مشایخ هم دل میبندن، به یکی از مشایخ ارادت میورزن. و این در مورد عطار گفتن که این پیر در واقع غایب او شیخ ابو سعید ابوالخیر بوده که برای اون درک احوال معنوی خود دائم به باطن او در مقامات طریقت و استکمال روحانی خود توسل جسته، به باطن مقدس او، از باطن مقدس شیخ ابو سعید ابوالخیر. شیخ ابو سعید ابوالخیر هم دوستان عزیز یادتون باشه که 100 سال قبل از شیخ عطار فوت کرده. یعنی اگه شیخ عطار گفتیم 540 متولد شده، اون حدود 440 فوت کرده شیخ ابو سعید ابوالخیر. و اینکه در واقع مراد روحانی شیخ عطار ابو سعید ابوالخیر است، اکثر محققان این رو تایید کردن و هیچ جای تردیدی هم نیست. چرا؟ چون تمام نظریه پردازان یا مورخین بر اساس گفتار خود عطار گفتن. مثلا عطار در قصیده‌ای که در دیوان او آمده میگه تا گل دل ز خاوران بشکفت، همه دل بوستان همی یابم. طرفه خاری که عشق خود گل اوست، در ره خاوران همی یابم. از دم بوسعید میدانم دولتی کین زمان همی یابم. از دم روحانی و معنوی ابو سعید من این دولت را، در واقع این مکاشفات را، این به هر حال دولت وقتی میگیم از نظر عارف یعنی اون مقامات، اون مراتبی که طی کرده، میگه همه اینا رو من از توسل به باطن شیخ ابو سعید ابوالخیر دارم. از مددهای او به هر نفسی دولتی ناگهان همی یابم. دل خود را ز نور سینه او گنج این خاکدان همی یابم. تا که بی خویش گشتم من از او، خویش صاحب قران همی یابم. این بخشی از قصیده است که در دیوان اومده. در الهی نامه عطار هم باز اومده سخن بشنو ز سلطان طریقت، سپه سالار دین شاه حقیقت. به هر جزوی هزاران کل علی الحق، به کل محبوب حق معشوق مطلق. شگرفی کافتاب این ولایت، در او میتابد از برج هدایت. سلیمان سخن در منطق الطیر، که این کس بوسعید ابن ابوالخیر. این در مورد در واقع ارادت معنوی اوست به شیخ ابو سعید ابوالخیر. دوستان عزیز، ممنون از بذل توجهی که میکنید.